شنیدید این روزا همه به هم دیگه میگن سخت نگیر، بی خیال بابا، دنیا 2 روزه، زندگی کن، زندگی تو ادامه بده، برو حال کن. نمیدونم زیاد سخت نگیر. کی اون دنیا رو دیده؟ نمیدونم. منظور من با اون دنیا بحث بهشت جهنم نیست، بحث خوش گذرونی کردن. دوستان سلام، نازنین اسدی هستم. دوستان نگاه کنید، بخش از این صحبت ها بخش خیلی کوچیکیش بله سازنده است، نمیدونم باعث میشه که مشکلای ذهنی یا فکر ما رها بشه. زیادش خیلی مخرب میتونه باشه. چرا؟ به این دلیل که اتفاقا شما باید از توی سن 20 تا 30 سالگی به خودت سخت بگیری. چرا؟ برای اینکه توی سن 30 سالگی تو باید دیگه هدفت مشخص کرده باشی، بخشی به هدفت رسیده باشی، تصمیمات تو گذرانده باشی، شغلت مشخص باشه و بتونی بخشی از کاراتو انجام داده باشی که از 30 تا 40 سالگی ادامه بدی، استمرار بهش پیدا بکنی و تو 40 سالگی فیکسیشن داشته باشی. پس لطفاً و خواهشاً یعنی به خودت سخت نگیر، بی خیال اینا رو بریزید از ذهنتون دور و در اصل برای اینکه خود رو دوست داشته باشید و کنار خودتون باشید و لذت ببرید از زندگیتون، اتفاقا باید یه تایم‌های به خودتون خیلی سخت بگیرید که وقتی اون تایم رو خودتون رو به خودتون سخت بگیرید و خودتون رو بردید و خودتون رو مجبور کردید، اونجاست که میگید باریکلا من الان خودم رو دوست دارم و به خودم اهمیت میدم و آینده‌مو می‌سازم. دوستان نمیخوام بگم وقت محدوده، اما قطعا میدونم از بین 20 تا 30 سالگی حتما من باید خودم رو دوست داشته باشم، شفقت به خودم داشته باشم و بتونم هدفم مشخص کنم. سخت بگیر به خودت، هدفت مشخص کن و برو رو به جلو. مراقب خودتون باشید.